پشه آیدس حشری که نیش میزنه به بشری، اونا رو میکنه بصری، میفرسته به آخرت سفری. پشه آیدس که ملقب به ببر آسیایی هستش، بیشتر در مناطق استوایی و جنوب آسیای جنوب شرقی دیده شده. این پشه که ناقل بیماری کشنده هستش، نیش پشه آیدس ناقل 4 بیماری هستش: تب دنگی، تب زرد، تب زینکا و چیکونگونیا هستش. علائم نیش پشه آیدس تب، سردرد، بدن درد، کمر درد هستش که الان بهتون توضیح میدم بیماری هاش رو و اون توضیح میدم که کلا چه مشخصاتی داره بیماری هاش. یکی دوتاشو براتون باز میکنم و میگم بهتون، ولی همشون تقریبا مثل هم هستن که بیماری های کشنده ای هستن. باید شما مراقبت های ویژه‌ای از خودتون انجام بدین که باعث این مشکل نشید. بعد راهایی که این پشه زیاد شده و تونسته به قاره‌های زیادی حتی به آمریکا بره، این بوده که تنها راهی که انتقال پیدا کرده تجارت ها بوده. تجارت لاستیک دست دوم و درخت بامبو. مکان مورد علاقه زندگیشون درخت بامبو دیگه. اینام که بامبو رو مثلا به هر جای دنیایی صادر میکنن یا مثلا هر کاری میکنن دیگه، باعث شده که این پشه خیلی ناقلا بتونه وارد کشورهای دیگه، راههای دیگه بشه و مشکل ساز بشه. باعث مشکل زیاد شده و باعث مرگ خیلی ها شده. باید مراقبت هایی انجام بدیم. الان میریم براتون توضیح بدم که بیماری ها چجوری هست. دنگی عفونتی هست که توسط ویروس دنگی ایجاد می شود. پشه ها عوامل منتقل کننده این ویروس هستند. تب دنگی به عنوان تب استخوان شکن نیز شناخته می شود، چرا که به دلیل درد شدید حاصل از آن بیمار تصور می کند استخوانش در حال شکسته شدن هستش. علائم تب دنگی: تب، بدن درد، درد پشت چشم، سردرد و علائم گوارشی هست. تب زرد نوعی بیماری حاد ویروسی هست که در بیشتر موارد نشانه های بیماری شامل تب، لرز، از دست دادن اشتها، تهوع، درد ماهیچه‌ای به ویژه پشت و سردرد. این مشکل غالباً طی 5 روز بهبود می‌یابد و برای بعضیا یک روزه بهبود، مثلا رو به بهبودی میرن، یه روزه رو به بهبودی میرن ولی دوباره تب بر میگرده و باعث چه چیزهایی میشه الان بدونید. درد شکمی رخ میده، آسیب کبدی باعث بروز زردی رنگ پوست میشه، موجب خودایمنی میشه. در صورت بروز این مشکلات خطر خونریزی و مشکلات کلیوی رو افزایش میده. تب زینکا علائم آن شامل تب، قرمزی چشم، درد مفصل، سردرد. خب چیکونگونیام که مثل همینای دیگه اون رو دیگه براتون باز نمی کنم دیگه. همینجا که دونستین که این بیماری ها چقدر خطرناک و چقدر دردناک هستن که باید سعی کنیم جلوش بگیریم. اتفاقا اینم بگم که واکسنی اصلا براش پیدا نشده. این باعث ترس بیشتر میشه که واکسنی پیدا نشده، ولی نگران نباشید، این بیماری تحت کنترل هستش. یه چیز دیگه هم که بهتون نگفتم اینه که فردی که مثلا باعث گزش این پشه شده، بعد اینکه 5 روز دردها رو میکشه، با بیماری دست و پنجه نرم میکنه، بعد بهبود میابه. خب مثلا رو به بهبودی میره
فکر میکنه که خوب شده ولی بعد میره تو کما. اینجا مسئله خیلی خطرناکه، میره تو کما و یا میره تو کما یا میمیره. اینو بهتون بگم، یا میمیره یا که میمیره. خب بعدش هم خیلی خطرناکه دیگه، حواستون رو جمع کنید. حالا راه‌های مقابله با این حشره مرموز و ناقلو هم بهتون توضیح میدم، نگران نباشید. خب راه‌های مقابلش اینه که جاهای زندگیشون رو بهتون بگم. درخت بامبو که سمت استانهایی که درخت بامبو دارن، اینا حواستون جمع کنن. بعد شمال هم بیشتر پشه هستی چون رطوبت هستش. اینا تو جایی که آب باشه بیشتر تخم گذاری میکنن. حتی دو قاشق آب باشه بسه. هر جایی مثلا آب جمع بشه، مثلا حواستون باشه که تو محل زندگی، تو جایی که زندگی میکنید آبی چیزی جمع نشه. حتی دو قاشق هم جمع بشه بسه داره این پشه که بیاد یه سری چیز بازی ها در بیاره و شروع به تولید مثل کنه. اینم بگم که تخم این پشه حداقل 10 ماه یا بیشتر هم مثلا تحمل داره که مثلا حتی آب هم نباشه، چیزی هم نباشه، تخم ریزی کنن جایی که تخم ریزی کنن تا 10 ماه هم طول میکشه اصلا تخم از بین بره نره، یا شاید هم بیشتر طول میکشه. یعنی مثلا تا به مزه که آب برسه بهشون، اینا دیگه شروع به فعالیت خودشون میکنن و از تخم در میان، میرن به نزدیکترین انسان یا مثلا چارپایی بستانداری چیزی از اونا بیشتر تغذیه میکنن. بیشتر هم به انسان علاقه دارن و بیشتر با آدم ها زندگی میکنن. اینو بگم دیگه. آره دیگه بیشتر به ما علاقه دارن و شما حواستون باشه خدایی نکرده دیگه گرفتار این پشه نشید. که الان من اینم بهتون بگم که تو قشم دیده شده ولی تحت کنترل هستش. خب تو گیلان هم دیده شده، چون اونجا بیشتر تو هرمزگان هم بوده، چون درخت بامبو داره، فکر کنم اونجا داره. آره درخت بامبو داره اونجا هم دیده شده، ولی نگران نباشید تحت کنترل هست. ولی این پشه اگه بتونه تولید مثل کنه و شما رعایت نظافت رو نکنید، نظافت همه اصلا کلا میگیم در هر ویروسی مقاومه. مثلا نظافت داشته باشی دیگه هیچ ویروسی به کارساز نیست دیگه. تا حد ممکن باید ضد عفونی انجام بشه. خب بهتون میگم که الان کجاها بیشتر زندگی میکنه، چه جاهایی رو باید حواستون باشه اگه دیده بشه چه جاهایی رو باید حواستون باشه. اینا بیشتر اینم بگم که بیشتر طول روز فعالیت میکنن. اینا شب کار نمیکنن، شب کار نیستن که پشه‌هایی دیگه. اگه بودن اونا بهتر بود. بعد روز فقط کار میکنن. اینا ساعت کاریشون از صبح و عصر هستش، صبح و عصر هستن تا عصر دیگه اوج فعالیتشون تا اونجای دیگه. بعد دیگه تعطیل میشه کارشون و میرن خونه هاشون. ولی اینا پشه‌های دردسر سازی هستن که باعث بروز مشکلاتی برای ما میشن و ما رو به اون دنیا میفرستن اگه حواسمون نباشه. خب ما هم که حواسمون هست نکشه ما رو. الان حواسمون باشه، الان اینجا باید حواسمون باشه که پشه شده دیگه اینجا پشه نداره خب جایی که میتونم بهتون بگم که حواستون رو باید جمع کنید، داخل کولرها آب زیر کولر که جمع میشه هم باید دور کولر دیگه پوشیده باشه که جایی فضای بازی نداشته باشه که پشه بره داخل آب کولرمون تخم ریزی کنه و اونجا باعث تولید بیشتر این پشه بشه. شاید بیشتر شدن این پشه باشیم و تولید این پشه با اشتباه دیگه. اشتباه میکنیم سر جاد. خب اشتباه بود. و آب بشقاباتون زیاد جیرجیر نکن. زیر چی دارم بگم؟ آب بشقاباتون چی؟
نگاه کنین گلدون که هست، خب این گلدون هست، بشقابی که زیرش هست اونو حواستون باشه آب توش نمونه، جمع نشه، حتی 2 قاشق هم جمع بشه بسته برای این پشه ناقل ویروس و بیماری نمیدونم انگل هرچی هست. خب میریزه تو اونجا تخمشو، بعد تخمش میشه تخم طلا، چی میگه کسیت دارم میگم. اون تخمش باعث میشه که این جوجه هاشون بیاد تو آب این شکلی وجه بوجه کنه و از آب یه دونه سیخ بزنه بیرون، اونجا تنفس کنه و تبدیل به پشه بشه، بیاد خار مادر ما رو بگاد. بس دیگه خسته شدیم دیگه. والا دیگه خاصیتش همینه دیگه، میاد دیگه ما رو دهنمون سرویس میکنه. و درخت بامبو علاقه من ترین به اون جایی هستیم که درخت بامبو داره. یه ذره اینجا فضا گرم شد از بس که حرف زدیم. خب همین دیگه، باید حواستون رو جمع کنید که این پشه به شما نزدیک نشه و دیده بشه. باید اینم بگم که از کرم چه از این استفاده کنید بزنید که پشه ازتون دور بشه. نمیدونم اسمش چیه، حالا خودتون برید داروخونه، من خودم نگرفتم شخصا، باید برم بگیرم. خب یکی هم این هست اسپری های حشره دور کن. نه یه حشره کش بگیری بزنی خودتو بکشی. حشره دور کن بگیر، حشره دور کن میگیری این شکلی بزن، نمیدونم جایی که حشره دیدی بزن، آره بزن که دور بشه حشره. اینجا که خدا رو شکر حشره این دیده نمیشه. خب باید حواستون جمع کنم، ولی حواستون جمع کنی پشه نیشت نزنه که به فاک بری. خب بعد که به فاک بری رفتی دیگه. خب اینم بگم که نگران نباش دیگه، همش که بیاد پشه نیشت بزنه نمیمیری، از بین 1000 تا 1 نفر میمیره. مواظب باشین 1 نفر تو خودت نباشه، یا چی کنیم خودم نباشم نمیدونم دیگه. حالا همون 1000 تا 1 نفر بمیره مشکلی نیست، این چیزی بر نمیخوره. ولی این مشکلی که بخوایم حساب کنیم خیلی بده اگه بخواد کل کشور پخش بشه. بگاه میدیم که دیگه کلا شما الان تنها کاری که برای جلوگیری این پشه میتونین انجام بدین اینه که لایک و سابسکرایب منو بکنین. لایک و سابسکرایب بکنین کانالمو. خب دیگه با هم دیگه بپردازیم به حشراتی دیگه، حشراتی که به ما آسیب میزنن و ما رو منتقل بیماری میکنن. بیماری به ما منتقل میکنن و ما رو به فاک عظما میدن. فاک عظما چیه؟ اینم نمیدونم، معنیش نمیدونم، کسچر دارم میگم الان من زیادی حرف زدم. بعد شما تنها کاری که میتونی بکنی از ما حمایت از ما که نه، من تیمی ندارم، از خودم حمایت کنی اینه که لایک و سابسکرایب بکنی که از پشه های دیگه مطلع بشی، از موارد حشرات بیشتر مطلع بشی. لایک و سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو فعال کن که هر دفعه ویدیو گذاشتم تو مطلع بشی. بله تا دیگه این یادم رفت، این اگه به فرد بارداره نیش بزنه یا باعث سقط جنین میشه، یا اینکه باعث میشه به این بچه‌ای که به دنیا چیش کوچولو به دنیا بیاد یا کلش کوچولو بشه، یه چیزی بلایی سرش میاد دیگه. خب حالا دیگه فعلا خداحافظ.